من آویزا وقت برنامه تل سلسله برنامه به نام عشق همه گرد لپنج قسمت اول ای برنامه قرار بی که ایمه در مورد شناسایی انواع خشونت نو خانواده قصه بگیمه. اصلا خشونت چه است؟ خانواده چه است؟ و چه چشتیلی بوده باعث ایه که ایمه نتونیم روابط مثبت و سالمتری نو خانواده بیاشتیم. خشونت خانگی یا بشیم خشونت ناماله معمولاً بین کسیلی پیش تید که هان نو رابطه خانوادگی، رابطه نزدیک و در واقع ارتباطات رفت و برگشتی یا ارتباطات پینگ پونگی دائمی دیر مگردیک که تیونن یک ترکی مورد خشونت قرار بیان. خشونت خانگی حتما نیه که فقط در مورد جنیل یا در مورد منالیل اعمال بود. پیاگانش و نومال مورد خشونت قرار گرفت. انواع خشونتی که ایمه توینیم لیلی نابوی من خشونت کلامی، خشونت اقتصادی، خشونت جسمی، خشونت جنسی و خشونت عاطفی و روانی که هر کاملیانه تقسیم بونه چند دسته جیاله یک. هر چشتی که و هر شیوه لشیوگان آسیبی و روان ایمه یا و جسم ایمه بید خشونت محسوب بود. و للاین سازمان مللو پیگیری کریاست که لنا قانون قضایی و قانون اساسی کشوریل تمام کشوریل مورد بررسی قرار بگیرید و مجازات ایل مخصوص خوی بیاشتید. فقط باید ایمه آگاه بیمن، بزانیمن و بناسیمن که چه چشتیلی خشونته و چی توینیم لخومان دفاع بکنیم، راه قانونی چه است و راهکاری که ایمه لنا خانواده بتونیم و گرد این موضوع مقابله بکنیم چند. امروز در مورد خشونت جسمی و جنسی قصه کنیم. خشونت جسمی به صورت مختصر و کوتاه رادان بیشمه خشونتی که و کتککاری ختم بودن، تهدید و کتککاری ختم بودن، تهدید و قتل، تهدید و ضرب و شتم ناماله، چه در مورد کودک آزاری، چه در مورد جنان، چه در مورد پیاگان. ایما هر یعنی بیشیمون که بله فقط پیاگانن که جنگان کتکتن. ایما با صورت کاملا آماری توینیم قصه لیلی بکیمن که فرل ولاتگان دنیایش یا حتی بعضی به نماله که دنگی در نیتیرن یا بیدنگی اتفاقی خشونتی لگفت شنگانش وقتی پیاگان و زالبون و شنگانش خشونت علیه پیاگان دیرن. پس برنامه خشونت ایمه فقط مربوط به خانمگان نیه. پیاگانش باید حقوق خویم با خواهد بود. این حقوقه که قصه در موردی که من باید بوده هوی که برابر بون و گردیگ نگوشیم یکی گیان محوره یکی گیان پال محوره. در بعضی روابط زناشویی یا اهداف زناشویی یا بیشیم لنا خانواده بعضی رولها در بعضی جاها پررنگتره. مثلا نقش تربیت دالگ ارامنالی پررنگتره تا باو، اما نقش باو در تأمین اقتصاد خانواده خیلی پررنگتره و حمایت اقتصادی زیادتر حوافده باو، حمایت روانی عاطفی و تنظیم و امورات تربیتی حوافده دایگ. و خاطره هر کامیان تینیم بیشیمن که بابتی گوله بابتگان رنگیان پر رنگتره، نقشیان پر رنگتره، اما این پررنگیه این میزان رنگه باید برابر بود که او احترام لبین دالگ و باگ بود که منالگان بتونن تربیت درستی گویر بگیرن و این رفاقت بین دالگ و باگه باعث بود که منال احساس امنیت بیشتری بیاشتید. اما اگر دالگ و باگ 24 ساعته لورچو مناله جنگ بکن
çeşitli rayek fırlabiyen. Bağıga bele daygaga ya daygaga bele bağıga. Ve ittifaqıyla bu kafeye منال خشنتری گشتیری من و عملا جنگ بین دالب و باو خوی نوعی گله کودک آزاری که اگر یکی لحاظ سایل بچود گزارش بیده بخش اداری او اداراتی که مربوط به سرپرستی مناله له براحتی چون مناله لیدن بگیرن لنو ایران به زیستی کاره که لنو کشوری لخارجیش دایره کس اداره کس که مربوط به مناله نوعی کاره که در مورد خشونت جنسی بشیمن که یکی گله خشونتیلی که باعث بی‌اعتمادی عدم امنیت و اتفاقی خیلی وحشتناکتری بانو جامعه بوده خشونت جنسی یکی لو خشونتی لسه که و هیچ شیوه شیوگان تأثیری به بان روحی انسان پاک نیاود اگر در کودکی بود که خیلی بدتر اگر در نوجوانی بود که قابل درکه و اگر در بزرگسالی بود ترومایل خاص خوی و جینیده و چه بکیم که یه اتفاق نکفه باید اول بزنیم خشونت جنسی چست هر نوع دستریجی کلامی عاطفی و عملی و تاچینگ خوی نوعی گله خشونتی جنسی و تجاوز و این تجاوز حتما یعنیه که و صورت کامل و صورت لمس و حمله اتفاق بکفه بعضی وقت دونید وگرد کسی رو دیری قصه کهید او کسه وقتی که و تو تنبو لنو کلمگانی توهین جنسی که توهین جنسی تأثیری لتجاوز کمتر نیه و خوی نوعی لتجاوز محسوب بود تهمت جنسی خوی یکی لتجاوزی روانی عاطفی و جنسیه که حتی توینت باعثیه بود که فردی که این اتفاق رای کفته اگر لحاظ ترومایی و لحاظ سلامتی عاطفی کسی سالم میگنود آسیبگیش و خوی برسند یا آسیبگیش و طرف مقابل و خود این موضوع خشونت در واقع کلامی جنسیه بوده هوی که اختلافات گوراتی و خشونتی لگوراتی اتفاق بکفه خشونت جنسی لبین پارتنریل که بتویم در موردی قصه بکیمن یا جنشی یا رفیقیلی که دیل نوغل یک زندگی کن مثالی که بتویم بیامرادان یسته که در شرایطی که یکی گل طرفین احساس روانی و شرایط روانی ارا تأمین نیاز جنسی طرف مقابل نیره اگر مورد اصرار قرار بگیره و وزور ای کار وگردی بکرید یا حتی اگر راضی نود که ای کار وگردی بکرید ولی ریگش بده انجام بینه ارتباط جنسی وگرد پارتنریه خوی نوعی لخشونت که وپی اعمال کریاست هرچند با اجازه خوی ولی نوعی لنوع تجاوزه با لجا اکتر دونید محیط و شرایط مهیانیه و همسر تو داواللید که و تو هر دیری و پیشی بعد اما این بعد را قابل درک نیه و مدام دیرید این موضوع تکرار کرد یا للحاظی شرایط روحی قرار ده که احساس بکی که تو یک وسیله هید برای تأمین نیازه جنسی او خب این پارتنره که دیری حالته و تو تحمیل کردن که تو احساس بکی دیرید مورد در واقع سوء استفاده قرار گیرید و دخش یک رباط تأمین کننده دیرید خوی بوده هوی که حال خوبی نیاشتید و یه خوی نوعی گله خشونت جنسی خشونت جنسیته اوسته که و صورت ناشایستی در رابطه و گردت برخورد بکرید لنو رابطه زناشویی نوعی و گردت ارتباط برقرار کرید که زخمی بید آزار جنسی و پیدرید
یا خشونت در واقع آزاردهنده و دردناک دیری ایا خوشی نوعی گله خشونتیلی که باعث بود جن یا پیا لیک دور بکفه. خشونت جنسی تر اواسه که خانومی یا آقای چیز دیشت دیر قدم دیر خرید که هانو کمالگاه هانو جامعه مورد مطلق قرار گیره، مورد دستریجی قرار گیره که کمیش نیمونه. اما چون یک سر دیره نیشن که اگر جنگ قصه بکی آبروی چو اگر بزانن ایجو اتفاقی کفته آبروی چو آبروی چشتی لنیه چو اگر لحق خود دفاع نکید اگر نوعی تجاوز نموسید اگر شکایت نکید اگر و بنمالت نشید و بنمالت درست صورت این موضوع برخورد نکن ایمه مسئول ایمنه که این موضوع تجاوزه و نو جامعه عادی بکرید و پیاگل راحت بتونن بان نو جامعه دستریجی و شنید پس ایمه خود جنیلیش وظیفه مانه که لنوای تجاوز لنوای بعضی کلماتی که آزاردهنده است بوسیمه در این مورد لکل دنیا قوانین یکیده و حتما یک سری چالشیل دیره ارا رسید و حق خودن بیشک و نولات ایرانش اگر به توی من قصه بکنی من یا کردستان چون که کلتور و کومالگاه همیشه باعث او بینه که جن بایکوت بود در این مورده خب جن این مقداری سختی بیشتری دیگه ارا دست رسانن و حق خود ولی اگر این موضوع للای جنیلی که مورد تجاوز و خشونت جنسی قرار گیرن مدام اتفاق بکفد و بچنشونه حق خویان این موضوع عادی بود و قوانین پرنتهی شد. خشونت جنسی در مورد کودکان یا نوعی لکودک آزاریه قصه بکیمه. در مورد مناله ایمه چی مورد خشونت جنسی قرار گنده ایمه؟ منالی که حتی خوی نیزاند جسم و جنسیتی چست و چه فرقی وگرد منالی تدیرید اگر در سنی وگرد مسائل جنسی آشنا بود که هنوز سن بلوغ نیه مطمئناً مورد خشونت جنسی قرار گرفت چون کنجکاوی ذهنی باعث بود که بشوده شونه تحقیقات در این مورد شونه پیدا کردن سوالی شونه خفانه کنجکاوی و خود به خود بوده هوی که بقیه مسائل زندگی و کفیدت یا اگر ایمه منالگان من نوعی چون مردم عوض بکیم لباسگانیان عوض بکیم و دیگران بدون اوی که لعضو خانواده بون یا باوی بود یا دالگی بود او منال مورد خشونت جنسی قرار دهیم اگر وگرد منالی در مورد مسئله جنسی شوخی بکیم ای خوی خشونت جنسی اگر لنوی منالی خرو ناموسی بیمن خرو جنسیتی بیمن که لنو کمالگاه میش کم نیه وقتی تو مثلا بیشن یکی فرکاری مثلا گنبیه زحمت کیشن خرودن دالگ یا خرودن خوشکی که متاسفانه ایمه هیچ موضوع فردی ایمن و به صورت عادیش باید در مورد قصه بکیمن که این موضوع لپنهانی باید داشت بکف دوار رخنه و خومان اجازه نیمن که این کلتوری لغلطه و نایمه بمینی خرودین بعد قصه کردن گن قصه کردن در مورد جنسیت یا تحقیر کسی و بونی جنسیت خوی نوعی لخشونت جنسی که منالگانی منش یاد کردن و خوی لدو بواره و ضربه دیده منالگان خشونت جنسی و مناله در مورد فرق قصه کردیم ولی اراده نوتم و نو کمالگاه اگر وگرد منالگان دان کار نکیم ناهیل خصوصیان و پیان نشناسنین و پیان نیوشین که لچه بوارهایی باید خویان مورد امنیت قرار بیان و اگر تأمین عاطفی را منالگان دان نکین مطمئن بین توش مشکل بونده سنی چون جامعه امروز جامعه امنی نیه
لمنالی و باید نالگان من پرورده بکیمن وگرد جسم خویان آشنایان بکیمن نه وگرد جنسیت خویان لجیر سن که وقتم نباید منالی وگرد مسائل جنسی آشنا بکرین تا سن بلوغ. اما در مورد مسائل خصوصی باید مراقبت ناحیه خصوصی منالی و پیان یاد بدرید و در موردی بیشتر بزنن. سپاس تغییر را وگردم بین لبرنامه تر سوارت و خشونت تر بسکیمه.